سلام و وقتتان بخیر. طالبان مسلح در 50 روز گذشته 2000 تحرکات انجام دادند و 663 نفر ملکی را شهید و زخمی کردند. وزارت امور داخله میگوید در پاسخ حملات 2000 طالب نیز کشته و مجروح شدند. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید حقوق زنان قابل معامله نمی باشد. استیفانو پونتیکورو گفته است در روند صلح افغانستان از زنان حمایت می کند. معاون اول رئیس جمهور میگوید برای دفع حملات طالبان یک اسلحه جدید را با کامیابی آزمایش کردند. امرالله صالح گفته است در شهر کابل و ولایات این اسلحه جدید به سربازان داده می شود. دهها تن از فعالان مدنی در ننگرهار طی تظاهرات سخنان گستاخانه رئیس جمهور فرانسه را تقبیح کردند. در شمار از ولایات دیگر نیز در این مورد تظاهرات شده و جریان دارد. پروسه ثبت موتورهای یک کلید آغاز شد. وزارت مالیه میگوید هدف از آغاز این پروسه افزایش عواید، تامین امنیت و جلوگیری از ازدحام ترافیکی می باشد.